ای خدایم هم تو دانایم نما، من کجایم هم تو بینایم نما. در کویر آرزوهای دلم قطره ام من، هم تو دریایم نما. در بیابان طلب گم گشتم من، چه دانم هم تو پیدایم نما. بلبل شیدای باغ تو منم، بیش از این هم تو شیدایم نما. ای که هستی خالق زیبای من، من که زشتم هم تو زیبایم نما. می نشینم تا دعایی گویمت، بی زبانم هم تو گویایم نما. مرده گفتی که هر که را جوینده نیست، ناله میرانم هم تو جویایم نما. پی کنم تا پله های معرفت، پا ندارم هم تو پویایم نما. گرچه امروزم گرفتی دست من، دستگیریم هم تو فردایم نما. تا که آیم من به دنبال مسیح، ای خدایم خود توانایم نما. گرچه امروزم گرفتی دست من، دستگیریم تو فردا نما. تا که آیم من به دنبال مسیح، ای خدایم خود توانایم نما. زندگی حضرت ایوب، اقتباس از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 18مین قسمت یعنی کتاب ایوب بگشایید تا از فصل 20 دنباله زندگی این مرد خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و از خدا یکتا تمنا کنیم که با عطا کردن روح القدسش ما را در درک و فهم آیات یاری بده و کمک کند تا زندگیمون رو مطابق اراده او به سر بیاوریم. حضرت ایوب این مرد خدا در زندگی تجربیات بسیار تلخ و سختی رو داشت. خدا اجازه داد تا شیطان ایمان او را مورد آزمایش قرار بدهد و شیطان با نازل کردن انواع و اقسام بلاها ایوب را به روزگار سیاه می نشونه و او را به بدبختترین شخص در عالم مبدل می کنه. او که زمانی ثروتمندترین شخص در مشرق زمین بود، اکنون آنقدر بدبخت و ناامید و مریض و یکه و تنها شده بود که هیچ کلامی قادر به بیان و شرح حالت رغبت انگیز او نبوده و نمی باشد. ایوب دردها و رنجها و بلایایی که نصیبش شده بود رو از جانب خدا می دانست و البته از خدا بارها و بارها پرسیده بود که خدایا چرا اجازه می دهی که این بلاها به سرم بیاد؟ ای خدا چرا اجازه می دهی که روزگارم به این بدبختی باشه؟ ایوب در خود گناهی نمی دید که لیاقت چنین تنبیه و عذابی باشه. از سوی دیگر سیار ایوب که برای تسلی دادن او آمده بودند، وقتی حالت تأسف آور او را دیدند، به ایوب گفتند که بی خود ای ایوب خدا را مقصر مشمار و این سالها را از خدا نکن، زیرا آنچه که بر تو نازل شده در حقیقت ثمره اعمال شریران و گناهکاران است و خدا عدالت را در تو اجرا کرده است. و اگرچه تو خیال میکنی که ای ایوب عادل و پاک هستی، ولی واقعیت اینه که تو مرتکب گناهان بزرگی شده ای و باید از خدا طلب بخشش و مغفرت کنی. هرچه ایوب میگفت که گناهی مرتکب نشده، یارانش بیشتر به او حمله کرده و او را حقیر میکردند. در فصلهای گذشته گفتگوها و جر و بحث‌های ایوب و یارانش را با یکدیگر مطالعه کردیم و حالا از فصل 20 به گفتگوی سوفر که یار سوم ایوب بود و سپس جواب ایوب به حرفای سوفر توجه میکنیم. این دفعه دوم است که سوفر با بیاناتش ایوب را متهم به گناه میکند. در فصلهای بعد متوجه شدیم که یک بار دیگر سوفر با ایوب به جر و بحث پرداخته بود که البته بار سوم نیز این کار را میکنه که بسیار مختصر خواهد بود. فراموش نکنید دوستان عزیز که هر یک از یاران ایوب فلسفه مخصوصی رو در زندگی آشکار میکنه و سوفر نماینده کسانی محسوب میشه که در زندگی به قانون و شریعت
تأکید بسیاری می‌کنند و معتقدند رستگاری از راه نیکوکاری به دست میاد. در واقع سوفر نماینده فکری این نوع اشخاصی که امروز نیز در دنیا بسیار هستند. او با پرخاش و یا با روحیه تندی گفتار خود را آغاز می‌کند، زیرا ایوب آنان را متهم به بی‌معرفتی و نفهمی کرده بود که به جای یاری دادن، به جای تسلی بخشیدن، دارند بر زخم‌های او نمک می‌پاشند و او را عذاب می‌دهند. آیه اول اینطور میگوید: پس سوفر نعماتی در جواب ایوب گفت: از این جهت فکرهایم مرا به جواب دادن تحریک می‌کند و به این سبب من تعجیل می‌نمایم، زیرا سرزنش و توبیخ خود را شنیدم و از فطانتم روح من مرا جواب می‌دهد. سوفر خود را شخص فهمیده و حکیم می‌دانست که می‌تونه جواب هر مشکلی رو بده و حلال هر معما باشه. همونطور که می‌دونید امروز نیز از این نوع اشخاص بسیار زیاد هستند، زیرا این نوع طرز فکر رو ما غالباً در مورد کسانی می‌بینیم که در سیاست نقش مهمی رو بازی می‌کنند. آنها مدعی هستند که همیشه خودشون از رقیبشون بهتر و داناتر هستند، مثل شخص سوفر که اینجا داره به ایوب میگه من از تو خیلی داناتر و حکیمتر هستم. و دوستان، چنین کسانی که از روح فروتنی محروم هستند معمولاً غرور در وجودشون بیشتر از حکمت و هر صفت شایسته دیگری وجود داره و رسوخ کرده است و چنین کسانی هرگز نمیتوانند رهبران مفید و دوستان خوبی باشند. از آیه 4 او رو به ایوب کرده و میگوید: آیا این را از قدیم ندانسته ای؟ از زمانی که انسان بر زمین قرار داده شده است که شادی شریران اندک زمانی است و خوشی ریاکاران لحظه‌ای. اگرچه شوکت او تا آسمان بلند شود، ولی شادی شریران اندک زمانی است و خوشی ریاکاران لحظه‌ای. و اگرچه سر خود را تا به فلک برافرازد، شخص شریر دوام نخواهد یافت، لیکن مثل فضله خود تا به ابد هلاک خواهد شد. سوفر عاقبت شخص شریر و ظالم رو بیان میکنه و دلیل و برهان او البته مورد قبول ایوب هم هست، زیرا ایوب ایمان داشت که شخص شریر هر چقدر هم در این عالم صاحب قدرت و جاه و جلال بشه، سرانجام عدل خدا او را به زمین میاندازه و شخص جزای خود را از خدا خواهد گرفت. اما اشکال کار این بود که ایوب از حرفای سوفر بسیار آزرده میشه، نه به خاطر اینکه او صفات و عاقبت شریران را بازگو کرده بود، بلکه به خاطر اینکه سوفر ایوب را شریر دانسته و میگوید: ای ایوب، تو بی خودی خودت را داری فریب میدهی. ببین حالت تو، موقعیت تو درست چیزی است که خدا بر سر شریران آورده. دوستان، ایوب صاحب شوکت و جلال بود. حالا داره میگه ببین ای ایوب، همش از بین رفته. میگه ایوب تو صاحب شادی و سلامتی بودی، حالا ببین شادی تو موقتی بود، درست مثل افراد شریر و ریاکار. و سپس گفتارش را اینطور ادامه میدهد و نمک بیشتری بر زخمهای ایوب میریزد. از آیه 8 میگوید: موقعیت شخص شریر اینطور است که مثل خواب میپرد و یافت نمیشود و مثل رویای شب او را خواهند گریزانید. چشمی که او را دیده است دیگر نخواهد دید و مکانش باز بر او نخواهد نگریست. فرزندانش نزد فقیران تزلزل خواهند کرد و دستهایش دولت او را پس خواهد داد. استخوانهایش از جوانی پر است، لیکن همراه او در خاک خواهد خوابید. اگرچه شرارت در دهانش شیرین باشد و آن را زیر زبانش پنهان کند، اگرچه او را دریغ دارد و از دست ندهد و آن را در میان کام خود نگاه دارد، لیکن خوراک او در اشایش تبدیل می شود. و یا اگرچه ممکن است شخص شریر از غذاهایش لذت ببره و حتی مثل عسل در کام او شیرین باشه، ولی زمانی خواهد رسید که آنچه خورده مثل زهر مار براش خواهد بود. میگه و در اندرونش زهر مار میگردد. دولت را فرو برده است و آن را قی خواهد کرد، یا مال مردم را به زور به دست آورده و به ناحق ثروتمند شده. روزی خواهد رسید که هر چی دارد از او گرفته خواهد شد. چرا؟ زیرا خدا آن را از شکمش بیرون خواهد نمود. او زهر مارها را خواهد میکید و زبان افعی او را خواهد کشت. بر رودخانه ها نظر نخواهد کرد و نه بر نهرها و جویهای شهد و شیره. ثمره زحمت خود را رد کرده آن را فرو نخواهد برد و بر حسب دولتی که کسب کرده است شادی نخواهد کرد. و بر حسب دولتی که کسب کرده است شادی نخواهد کرد، زیرا فقیران را زبون ساخته و ترک نموده. پس خانه‌ای را که دزدیده است بنا نخواهد کرد، زیرا که
در حرص خود قناعت را نداشت. پس از نفایس خود چیزی استرداد نخواهد کرد. هنگامی که دولت او بی نهایت گردد، در تنگی گرفتار می شود و دست همه ذلیلان بر او استیلا خواهد یافت. این جملات همچون تیرهای آتشین قلب ایوب این رادمرد خدا را سوراخ کرده و می سوزانید. در حال ایوب یک انسان بود. او حیران بود که این یاران آمده بودن به او تسلی بدن، او را آرامی ببخشن، درد او را کم کنن، ولی حالا دارن با این حرفا او را متهم میکنن که ای ایوب تو چقدر شریر بودی که خدا این بلاها را به سرت آورده. ایوب از این حرفای سوفر آتش میگیره. چرا؟ چون سوفر این یار بزار جانجانیش داره با این حرفاش به ایوب کنایه میزنه و میخواد به ایوب بگه که ای ایوب، یادت هست که چقدر مال و ثروت داشتی؟ یادت میاد که چقدر ثروتمند بودی؟ ببین که چگونه خدا همه را یک شب ازت گرفت. این عدل خدا بوده ای ایوب. یا ببین حتی کنیزان و غلامانت الان از تو خوشبخت‌تر هستن ای ایوب. چرا؟ چون تو ای ایوب گناه کردی، شرارت ورزیدی. ایوب در سکوت حرفای سوفر را میبلد و سوفر دنبال گفتارش را اینطور ادامه میدهد که ای ایوب، خدا شدت خشم خود را بر شخص شریر خواهد فرستاد و یا ای ایوب، خدا به شدت بر تو داوری خواهد کرد و حینی که میخورد آن را بر او خواهد بارانید. از اسلحه آهنین خواهد گریخت و کمان برنجین او را خواهد ساخت. تمامی تاریکی برای ذخایر او نگاه داشته شده است و آتش ندمیده آنها را خواهد سوزانید و آنچه را که در خیمه‌اش باقی خواهد بود خواهد خورد. آسمان ها عصیان و شرارتش را مکشوف خواهد ساخت و زمین به ضد او خواهد برخاست. محصول خانش زایل خواهد شد و در روز غضب او نابود خواهد گشت. این است نصیب مرد شریر از خدا و میراث مقدر او از قادر مطلق. سوفر میگوید ببین ای ایوب، آنچه که گفتم عاقبت شخص شریره. خدا شریران را اینطور عذاب خواهد داد و این ثمره اعمالشون از جانب خداست. حالا ای ایوب خودت رو با موقعیت شریران مقایسه کن. آن وقت متوجه خواهی شد که ای دوست من، تو خطاکاری و گناه کردی و بر ضد خدا عمل نمودی. چرا حاضر نیستی اعتراف کنی که تو بدیها کردی؟ بدیهاتو به ما بگو، بدیهاتو به خدا بگو، توبه کن و اعتراف نما که خدا رحمان و رحیم است و تو را کمک میکنه. وقتی سوفر حرفش رو با منطق خودش تمام میکنه، ایوب از فصل 21 رجوع کرده و در پاسخ منطق او این چنین میگوید. حرفای ایوب دوستان عزیز در این فصل باید مستقیما مربوط به دلیل و منطق سوفر باشه که خدمتتون خواندم، زیرا ایوب رو به سوفر میکنه و در برابر تهمت‌های بی جای او چنین میگوید. پس ایوب در جواب سوفر گفت بشنوید، کلام مرا بشنوید و این تسلی شما باشد. با من تحمل نمایید تا بگویم و بعد از گفتنم استهزا نمایید. و اما من، آیا شکایتم نزد انسان است؟ پس چرا بی صبر نباشم؟ به من توجه کنید و تعجب نمایید و دست به دهان بگذارید و هرگاه بیاد می آورم حیران می شوم و لرزه جسد مرا می گیرد. ایوب در قبال حرفای سوفر می گوید ای سوفر، ای به اصطلاح دوست من، با تو موافق هستم به آنچه که میگویی. درسته که شریران تنبیه خواهند شد، ولی اشتباه تو اینه که تو مرا به شریر بودن محکوم کرده ای. به حرفام گوش بده، من شریر نیستم و دیگر لزومی نداره که من اصلا این چیزها رو به شما بگم، چون که بارها و بارها به شما گفتم که من شریر نیستم ولی شما حرف مرا گوش نکردید، بلکه با منطق انسانیتون میگی که چون خدا عادله و خدا شریران را تنبیه میکنه، بنابراین آنچه که نصیب من شده است نتیجه اعمال شرارت انگیز منه. ولی دیگر من شکایتم را به شما نمیگویم، بلکه من این مسئله را به پیشگاه خدا عرضه داشتم. من از خدا تقاضا کردم که جواب مرا بدهد، ولی حالا که شما اینقدر دارید مرا محکوم میکنید و دائما مرا مورد مسخره قرار داده و میگید که من شرارت ورزیدم، مطلبی دارم که میخوام به شما بگم تا شما را خیک کنه، تا دلیل های شما را رد کنه. مطلبی دارم که شما را محکوم میکنه. تا دیگه این حرفا به من نزنید. ایوب سپس شروع میکنه از آنها سوال میکنه. میگوید شما به من بگویید که چرا شریران زنده میمانند؟ چرا شریران
جوانمرگ نمیشوند. برعکس عمر درازی هم میکنن و ثروت زیادی هم کسب میکنن، قوت بزرگی هم به دست میآورند. چرا نسل شریران باقی میماند؟ چرا اولاد ایشان از بین نمیرود؟ چرا خانه هاشون از بین نمیره؟ چرا همیشه افراد شریر با جشن و شادی و لذت‌های مختلف روزگار را دارن به سر میآورند بدون اینکه خدا آنها را یه دفعه نابود کنه؟ آنها روزهای خود را در سعادتمندی صرف میکنند و حتی خدا را هم منکر میشن و به خدا میگن که از ما دور شو، زیرا که معرفت و طریق تو را نمیخوایم ای خدا. میگویند خدا کیست که او را عبادت کنیم و ما را چه فایده که از او استدعا نماییم؟ اینک سعادتمندی ایشان در دستشان نیست. ایوب دوستان با سوال کردنهای خود به آنها ثابت می کند که بدبختی هایی که نصیب او شده الزاماً ثابت کننده حرفشون نیست، ثابت کننده این واقعیت نیست که او شرارت ورزیده است، بلکه میگه اگر توجه داشته باشن امروز شریران و گناهکاران بسیاری در بهترین موقعیت و حالت زندگی هستند و با تمام قدرت خود در گناه ساکن شده و حتی اصلاً اهمیتی به خدا نمیدهند. و بعد میگه اگر قرار باشه که هر بلایی ثمره شرارت باشه، پس چرا خدا آنها را نابود نمیکنه و بلا به سر آنها نمیاره؟ ببینید دوستان، ایوب مطلب بسیار مهمی رو در اینجا آشکار میکنه و سوالی است که میدونم همه ماها کم و بیش از خداوند پرسیده ایم، مخصوصا وقتی که دیدیم که ظلم و ستم شده و حیرانیم که چرا خدا حق مستضعفان رو نمیگیره. حالا ایوب میگه که این دلیل نمیشه که اگر بلای آمد الزاماً به خاطر شرارت شخص بوده. ایوب ثابت میکنه که دلیل این افرادی که با منطق سعی کردن او را محکوم کنن بیهوده است. سپس رو به آنها کرده و از آنها میخواد که او را تنها بگذارند، زیرا رفاقت آنان جز درد و رنج سود دیگری برای ایوب نداشته. ایوب آنان را تا حال متحمل شده بود، اما دیگر طاقت دیدن آنها را ندارد. دوستان عزیز، در اینجا دو نوع سوال پیش آمده که میخوام توجه شما را به آنها جلب کنم. اول اینکه همونطور که سوفر میگه همه ما معتقدیم که خداوند خدای عادله و شریران را تنبیه میکنه، ولی باز میبینیم از سوی دیگر که شریرانی هستند که سالهای سال عمر میکنن، از نعمات و فراوانی بسیاری بهره‌مند هستند، لذت دنیا را میکنن، ولی انگار نه انگار خدا به اهمیت میده و آنها را تنبیه میکنه. در ناز و نعمت زندگی میکنن، حق مظلوم را میخورن، خیانت میکنن و دزدی میکنن، طمعکاری میکنن، ولی میبینیم که هنوز در مقامشون هستن. راستی چرا خداوند اجازه میداد که این شریران در ناز و نعمت باشند و بعضی از عادلان در سختی و جفا؟ این سوالهایی بود که در فکر ایوب بود و با کمک خدا وقتی که به پایان کتاب میرسیم به این سوالها جواب خواهیم داد. از آیه 16 ایوب اینطور میگه: کاش که مشورت شریران از من دور باشد. بسا چراغ شریران خاموش می شود و پیش روی باد می شوند و مثل کاه که گردباد آن را پراکنده می کند خواهند بود. در این آیات ایوب نه فقط قبول می کنه که شریران تنبیه خواهند شد، بلکه از خداوند می خواهد که از شر این دوستانش که در واقع دوستان شریری بودند دور بشه و خلاص بشه. اما نمی توانست بپذیرد ایوب که آنچه که نتیجه زندگیش بوده این حالتی است که در آن قرار گرفته است. راستی دوستان، میخوام از شما سوالی بکنم و آن اینه که شما چه فکری میکنید؟ آیا هر بلایی از جانب خداست؟ شخصی که گناه بسیار کرده و عمرش رو به سلامتی و در راحتی و آسایش و ناز و نعمت به سر میآورد، راستی چرا مورد خشم خدا در این عالم قرار نمیگیره؟ یا بهتر بگم چرا خدا شریران را از همون لحظه یاغیگریشون نابود نمیکنه؟ و برعکس چرا خدا آنانی که صادقانه به او عشق می‌ورزند و در خدا ترسی زندگی می‌کنند و می‌خوان پاک و مقدس باشند را از خطرات اهریمن همیشه حفظ نمی‌کنه؟ چرا اجازه می‌دهد که عادلان زحمت و سختی و جفا ببینند و شریران صاحب مقام و منزلت و آرامی دنیا باشند؟ امروزه تقریبا تمام قدرت‌های عالم در دست کسانی است که به قول ایوب نه فقط منکر خدا می‌شوند، بلکه از هر چیزی که اسم خدا بر آن هست دوری می‌ورزند. و ایوب این مطلب را پیش می‌کشاند تا به یارانش بگوید که درست است که خداوند شریران را داوری می‌کنه و آنها را به سزای اعمالشون می‌رسونه، اما درست نیست که هر کسی رو که وقتی در زحمت و سختی باشه او را متهم به انجام گناه و خطا کرده و بگوییم که چون گناه کرد
خدا این بلا رو به سرش آورده است. ایوب با این حرفا میخواد به یارانش ثابت کند که او گناهی نکرده که شایسته این همه بدبختی باشه و خودش هم نمیدونه که چرا خدا این بلا را به سرش آورده و این بزرگترین درد ایوب بود. از آیه 17 ایوب درباره عاقبت شریران صحبت میکنه تا ثابت کند که او نیز ایمان دارد خدا شریران را به هر حال روزی داوری خواهد کرد و آنها را محکوم خواهد ساخت و بی جواب نخواهد نهاد. زیرا همین است که میگوید و خدا در غضب خود دردها را نصیب ایشان میکند. خدا گناه شخص شریر را بر فرزندانش ذخیره میکند و او را مکافات رسانیده و خواهد دانست که خدا او را به خاطر گناهانش تنبیه کرده است. چشمانش هلاکت او را خواهد دید و از خشم قادر مطلق خواهد نوشید، زیرا که بعد از او در خانه‌اش او را چه شادی خواهد بود چون عدد ماهایش منقطع شود. آیا خدا را علم توان آموخت؟ چون که او بر اعلی علیین داوری می کند. یکی در عین قوت خود می میرد در حالی که بالکل در امنیت و سلامتی است. قده‌های او پر از شیر است و مغز استخوان‌هایش تر و تازه است و دیگری در تلخی جان می میرد و از نیکویی هیچ لذت نمی برد. اینها با هم در خاک می خوابند و کرمها ایشان را می پوشانند. در این آیات ایوب به سرنوشت نهایی انسانها چه خوشبخت و چه بدبخت، چه عادل و چه غیر عادل اشاره می کند و سرنوشتشون رو در حقیقت پس از مرگ معلوم می دونه. می گوید که چه کسی حقیقتا خوشبخته و چه کسی بدبخت. برای دانستن این امر لازمه که به زندگی پس از مرگ توجه کنیم. میگه همه انسانها اگرچه در نوع زندگی با هم اختلافات فاحشی دارند ولی در یک چیز برابر هستند و آن مرگ می باشد. ممکن است که یکی در ناز و نعمت و راحتی و شادی این دنیا زندگی کند و دیگری در بدبختی و فقر و مرض و گناه بمیرد، ولی هر دوی آنها به وسیله مرگ برابر میشن. مرگ تبعیضی رو قائل نیست، زیرا هر دو به خاک سپرده میشه و جسدشون به وسیله کرمهای زمین نابود میگردن. اما پس از مرگ است که کاملا آشکار میشه چه کسانی خوشبخت و یا بدبخت هستند. پس از مرگ است که آشکار میشه حقیقتا چه کسانی خوشبخت و یا بدبخت هستند. آنان که با خدایند و از خشم خدا در امان بودند، آنان تا ابد به حضور خدا خواهند بود، هرچند ممکن است که در این عالم زحمت و سختی و تلخی بسیاری تحمل کرده باشند. ولی آنان که در این دنیا ممکن است شادی‌های بسیاری داشته، راحتی و ناز و نعمت داشتند، در آن دنیا در حضور خدا رسوا و شرمنده شوند. سپس ایوب رو به سه دوست مزاحم خود کرده و از آیه 27 به آنها اینطور میگوید که اینک افکار شما را میدانم و تدابیری که بر حق من ناحقانه اندیشیده اید میدانم. زیرا میگویید کجاست خانه امیر و خیمه های مسکن شریران؟ آیا از راه گذران نپرسیدید؟ و دلایل ایشان را انکار نمیتوانید نمود که شریران برای روز ذلت نگاه داشته میشوند و در روز غضب بیرون برده میگردند. کیست که راهش در پیش رویش بیان کند؟ یا کیست که میدونه عاقبتش چیه و جزای آنچه را که کرده است به او برساند؟ زیرا که آخر او را به قبر خواهند برد و بر مزار او نگهبانی خواهند کرد. کلوخه های وادی برایش شیرین می شود و جمیع آدمیان در عقب او خواهند رفت چنان که قبل از او بی شما رفتند. و یا مرگ به سراغ همه خواهد آمد، همانطور که در تاریخ این ثابت شده است. پس چگونه مرا تسلی می دهید که در جوابهای شما محض خیانت می ماند؟ پس چگونه مرا تسلی می دهید که در جوابهای شما محض خیانت می ماند؟ بله دوستان، ایوب موفق میشه که در این فصل از خود دفاع کند. ولی آیا دوستانش که سنبل طرز فکر مردم این دنیا و بدون خدا می باشند او را ترک می کنند؟ و یا دوباره با آوردن دلیل و برهان سعی در حقیر شمردن و محکوم کردن ایوب هستند؟ از فصل 22 متوجه میشویم که یک بار دیگر هر سه دوست ظاهری ایوب تلاش میکنند که باز با دلیل و برهان ایوب را وادارند که بپذیرد که گناه کرده است و خدا در حق او عدل را اجرا کرده و او بایست این جرمها را تحمل کنه چون گناه کرده است.
باید بپذیرد که لعنت خدا از آن جهت به سرش آمده است که شخص شریر بوده، نه اینکه عادل. آنها هدفشون اینی که در حقیقت ایوب را مقصر و گناهکار و خود را در برابر ایوب پاک و عادل بشمارند، زیرا به هر حال آنها در سلامتی بودند، در ناز و نعمت بودند، مریض نبودند، خانه و زندگی داشتند. ایوب زمانی همه چیزها را بیشتر از آنها داشت، ولی در آن واحد همه نابود شدند و جز خدا چه کسی میتونست این بلاها را به سرش بیاوره؟ این طرز فکر آنان بود، ولی همونطور که ما میدانیم این خدا نبود که بلاها به سر ایوب آورد. در فصلهای بعد می‌بینیم که یک بار دیگه، یعنی برای بار سوم، آنها تلاش خود را میکنند که ایوب را قانع کنند که خطاکاره و بعد از آن متوجه میشویم که چون موفق نمیشن و او را ترک میکنند، بعد خدا با ایوب سخن میگوید و جواب ایوب را میدهد که جوابی است من و شما مشتاق شنیدن آن میباشیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که شما نیز در پاکی و عدالت و خدا ترسی روز خود را به سر بیاورید، هرچند با سختی ها و مشکلات روبرو هستید. خدا یارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می‌کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.